سلام به همراهان همیشگی مینا گلوبال. خیلی خوشحالم که با یکی دیگه از ویدیوهای یوتیوبیمون همراهتون هستیم. طبق روال گذشته خیلی خوشحال میشم که اگر میخواید ویدیوهای ما رو از دست ندید حتما ما رو فالو و سابسکرایب بکنید. اگر هم که سوالی دارید و دوست دارید ما راجع به اون ویدیو تهیه بکنیم میتونید تو قسمت نظرات برای ما کامنت بذارید. خب یکی از سوالات پرتکرار شما، هم حالا دوستانی که قصد مهاجرت دارن و هم دوستانی که در حال حاضر در کشور ترکیه هستن، راجع به بحث اجاره خونه و حالا قوانین اجاره خونه هستش که تو این ویدیو قصد داریم یه توضیحات کلی راجع به این قوانین و نحوه اجاره خونه در کشور ترکیه رو بهتون بدیم. خب اولین نکته یا در واقع اولین تفاوت اجاره ملک در ایران و کشور ترکیه بحث رهن هستش. ما در ایران رهن داریم اما در کشور ترکیه همچین چیزی وجود نداره. شما که میخواین خونه رو اجاره بکنید یه عددی رو به عنوان دیپوزیت از شما دریافت میکنن که حالا این عدد معمولا بین 1 یا 2 اجاره ماهیانتون خواهد بودش. این عدد به صورت امانت نزد مالک میمونه تا اگر شما در پروسه اجاره اون خونه که حالا مثلا معمولا قرارداد 1 ساله هستش، اگر بعد اون 1 سال آسیبی به خونه زده باشید یا هر مشکلی در طول این مدت قرارداد ایجاد بشه، مالک بتونه از اون عدد استفاده بکنه. اما اگر قرارداد شما تموم بشه و خب همه چیز طبق قراردادتون پیش بره و هیچ مشکلی برای خونه پیش نیامده باشه، مالک موظفه که این عدد دیپوزیت رو به شما برگردونه. نکته دوم راجع به بحث قبض‌های آب و برق و گاز هستش که ما توی ایران معمولا وقتی خونه رو اجاره می‌کنیم این قبضا به نام صاحب ملکه و ما فقط هزینه قبضا رو پرداخت می‌کنیم. اما در کشور ترکیه اینطور نیست. شما باید آب، برق و گاز رو به نام خودتون انتقال بدید و معمولا وقتی خونه رو اجاره می‌کنید آب و برق و گاز قطعه و خب شما باید به اداره‌های مربوطه مراجعه بکنید و اونها رو به نام خودتون بکنید. دو تا نکته اینجا وجود داره. نکته اول اینه که این اداره ها معمولا یه عددی رو به عنوان دیپوزیت از شما دریافت میکنن و اگر که شما حالا اون اجاره سالیانتون تموم بشه و بخواید نقل مکان بکنید به جای جدید، با مراجعه به این اداره ها و قطع کردن اشتراکتون میتونید اون عدد دیپوزیت رو پس بگیرید. نکته دوم در رابطه با این قبوز اینه که متاسفانه در سالهای اخیر با سخت شدن شرایط اقامتی کشور ترکیه و تغییرات قوانین یه سری باگ‌ها و یه سری مشکلاتی در این قوانین به وجود میاد که حالا به مرور زمان قطعا رفع خواهد شد. اما در حال حاضر شما وقتی که به اداره آب و برق مراجعه میکنید برای به نام زدن این قبوز از شما ثبت آدرس میخوان. شما وقتی که به اداره گوچ یا همون اداره مهاجرت مراجعه میکنید به شما میگه حتما باید یک قبض به نامتون باشه تا ما بتونیم آدرستون رو ثبت بکنیم. خب اینجا باید چیکار بکنیم؟ اینجا کمک کننده شما اداره گاز هستش. اداره گاز از شما ثبت آدرس نمیخواد. شما به راحتی میتونید به اداره گاز مراجعه بکنید، قبض رو به نامتون بزنید، بعد از اون به اداره گوچ مراجعه بکنید، آدرستون رو ثبت بکنید و آب و برق رو به نام خودتون بکنید. نکته بعدی نکاتی هستش که هنگام عقد قرارداد اجاره خونه شما باید اونا رو بهش توجه بکنید. مطلب اول که خیلی مهمه اینه که شما حتما سند اون خونه‌ای که میخواید اجاره بکنید رو ببینید و صاحب سند قرارداد شما رو امضا بکنه. یعنی اینطوری نباشه که حالا مثلا بنگاهیه بگه من خودم امضا میکنم یا دوست مالک اونجا باشه بگه که مالک به من اجازه داده که از طرفش امضا بکنم. اگر کسی به غیر از مالک بخواد قرارداد اجاره شما رو امضا بکنه باید حتما وکالت رسمی از طرف مالک داشته باشه تا بتونه پایین قرارداد اجاره شما رو امضا بکنه. نکته بعدی راجع به مفاد قرارداد اجاره هستش. این مفاد معمولا توی کشور ترکیه تو قرارداد اجاره استاندارد هستش، اما بازم نیازه که شما اگر زبان ترکی بلدید که قطعا خودتون این مفاد رو مطالعه بکنید. اگر هم بلد نیستید از یک کسی که به زبان ترکی تسلط داره بخواید که این مفاد رو برای شما ترجمه بکنه. چند تا نکته حتما باید ذکر شده باشه. حالا صفحه اول معمولا مشخصات اجاره کننده و مشخصات صاحب ملک نوشته میشه. نکاتی که توش باید رعایت بشه اینه که حتما شماره حسابی که شما باید اجارت رو به اون پرداخت بکنید داخل قرارداد ذکر بشه. نکته دوم عددی رو که به عنوان دیپوزیت پرداخت میکنید باید حتما داخل قرارداد نوشته بشه و شرایط برگشت دادن دیپوزیت. نکته سوم اگر خونه رو با وسیله
اجاره میکنید لیست این وسایل داخل قرارداد نوشته بشه که بعداً که شما خواستید حالا خونه رو تحویل بدید طبق همون لیست اون وسایل رو به صاحب خونه تحویل میدید. نکته چهارم بحث عدد افزایش اجاره ملک بعد از پایان قرارداده. این عدد قدیم بر اساس نرخ تورم بود، اما در حال حاضر دولت یک عدد رو مشخص کرده 25% که صاحبان ملک بیشتر از 25% حق افزایش اجاره خونه رو برای شما پس از پایان قراردادتون ندارن. موضوع بعدی اینه که تو سالهای اخیر شما نیازه که قرارداد خونتون رو نوتری بکنید، در واقع توی دفتر اسناد رسمی قرارداد خونتون رو ثبت بکنید. شما وقتی که به اداره اسناد رسمی مراجعه میکنید اینجا دیگه حتما نیازه اگر شما ترکی بلد نباشید یه مترجم رسمی اونجا حضور داشته باشه و قرارداد خونتون رو نوتری بکنه. نکاتی که توی قرارداد نوتر شده هستش اینه که یه سری از جزئیاتی که توی اون قرارداد دستیتون وجود داره توی قرارداد نوتری معمولا نیست. ممکنه مبلغ دیپوزیت رو ننویسن یا ممکنه عدد اجاره رو صاحب خونه بخواد کمتر بنویسه به خاطر اینکه بتونه فرار مالیاتی داشته باشه. مطلب بعدی که ممکنه ذهن شما رو درگیر بکنه اینه که وقتی من یه خونه رو اجاره میکنم چند سال میتونم داخل اون خونه بمونم؟ 2 سال، 5 سال، 8 سال، 10 سال. به صورت قانونی شما خونه رو که اجاره میکنید 10 سال حق دارید داخل اون خونه بمونید. 5 سال اول رو که خب طبق قانون هر عددی که افزایش اعلام کرده باشن، حالا در حال حاضر 25%، شما با همون افزایش 25% این 5 سال میتونید داخل اون خونه بمونید. بعد از 5 سال نیازه که حتما با صاحب خونه برای مبلغ جدید اجاره به توافق برسید و 5 سال دوم رو طبق توافق جدید میتونید ادامه بدید. البته همه اینها یه سری شرایط خاص دیگه ای هم ممکنه شامل حالش بشه. مثلا صاحب خونه شما اگر خونه دیگه ای نداشته باشه و خب درخواست بده که بخواد بیاد توی خونه خودش زندگی بکنه، قطعاً شامل یه سری شرایط قانونی میشه که نیازه که شما طی یه زمان مدت خاصی خونه رو تخلیه کنید و تحویل مالک بدید. موضوع بعدی که هم ممکنه برای مالکین و هم مستاجرین مورد سوال باشه بحث تحلیه تعهدنامه‌ای هستش یا همون برگه تخلیه. ببینید خیلی مهمه که این برگه تخلیه تو چه شرایطی امضا بشه، متنش چی باشه، چه زمانی امضا بشه. من حتما پیشنهاد میکنم در رابطه با این موضوع با وکیل مجرب در واقع مشورت بکنید که حالا مشاورین و وکلای ما در مجموعه مینا گلوبال همیشه آمادگی این رو دارن که به شما عزیزان در این رابطه مشاوره بدن. در آخر باید این نکته رو اضافه بکنم که متاسفانه توی سالهای اخیر دولت ترکیه از طریق اجاره ملک اقامت صادر نمیکنه. دوستانی که حالا میخوان مهاجرت بکنن و این هدف رو دارن که خونه اجاره بکنن و از روی اجاره خونه اقامت توریستی بگیرن، برای بار اولی ها بالای 90% ریجکتی میاد و دولت تایید نمیکنه. اما دوستانی که در کشور ترکیه هستن و روی اجاره خونهشون اقامت گرفتن، برای بحث تمدید دولت خیلی سختگیری نداره و معمولا تمدیدی ها مورد تایید قرار میگیره. خب خیلی خوشحال شدم که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. یادتون نره مشاورین ما در مجموعه مینا گلوبال همیشه آمادگی این رو دارن که پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشن. خدا نگهدار.